بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران مسلمان و همه کسایی که صدای بنده را میشنوید. برادران عزیز و گرامی، الله عزوجل این سرزمین، زمینی که خلق کرده است، با ایمان مخلوقاتش زنده نگه می‌دارد. الله عزوجل همگی ما و شما را از اهل ایمان بگردانه، ما و شما را از اهل بندگان خاص خود بگردانه. آمین. برادران گرامی، در یک جلسه قبلی یک آگاهی برای طالب علمان و ملاها و دملاهای وطن داشتم. در این جلسه میخواستم را بیان کنم که علم برای بیان حق است، نه برای کتمان حق. علما و طالب علمان گرامی، شما این را خوب میدانید که علم مقصود بذاته نیست. علم به ذات خود کدام ارزش ندارد. علم وقت ارزش پیدا میکند که در او عمل باشد، عمل صالح باشد، در او به علم خوانده عمل شود. شما که علم خوانده، علم گرفتید، پیش از همه از جانب الله عزوجل مکلفیت شما است که حق برای مردم بیان کنید و آن را نپوشانید. و این از جانب الله عزوجل وظیفه شما است که حق برای مردم برسونی، حق برای مردم بیان کنی و آن را نپوشانی. علم خواندن برای امی است، برای رساندن پیام الهی، برای رساندن داشته های الله و رسول برای مردم. الله عزوجل در قرآن عظیم شان می‌فرماید: و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. الله و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه به یاد بیاور ای پیامبر صلی الله علیه و سلم آن گاه را که الله عزوجل پیمان محکم به زبان انبیا از اهل کتاب گرفت که باید کتاب الله برای مردم آشکار بسازند و را بیان کنند برای مردم، ولا تکتمونه، و اون را کتمان نکنند و او را نپوشانند. این وظیفه هر عالم است. این وظیفه هر کسی است که علم می آموزد، علم الهی را می آموزد، علم دین کسب می کند که حق بیان کند، حق نپوشاند. علما و طالبین محترم، شما علم به خاطر این خواندید که تا که برای مردم حق بیان کنید، نه ای که حق کتمان کنید. علم برای این خواندید که در مقابل ظالم، در مقابل باطل استاد شوید، نه این که همراه باطل و ضد حق مبارزه کنید. علم در دین ما برای روشنی است، نه برای خاموشی. علم برای گفتن حق است، نه برای کتمان حق. عالمی که حقیقت را میدونه و به خاطر ترس یا به خاطر یگان مصلحت خاموش می ایستد، در حقیقت به دین و به مسلمان ها خیانت کرده است. در تاریخ این امت علما همیشه پناه مردم بودند، نه سایه قدرت یک ظالم، یک حاکم ظالم. هر وقت که منبر از درد مردم خالی شود، دین در دل مردم ضعیف می گردد. قرآن ما را به عدالت فرا می خواند، نه به ستایش بیچون و چرای حاکمان ظالم. اطاعت در اسلام اطاعت در معروف است، نه در ظلم، نه در پنهان کردن حق، نه در خاموش شدن حق. وظیفه عالم این نیست که باطل برای مردم توجه کند. وظیفه عالم این است که وجدان مردم را زنده کند. منبر جای گفتن حق است. عالم همراه علمش باید خدمتگزار مردم باشد. علما و طالب علم محترم، عزت شما در این است که به سوی دین الله عزوجل بازگردید، به سوی حقایق بازگردید، به سوی الله عزوجل باز بگردید. آن چیزی که خوانده حقیقت برای مردم برسانید. پروردگارا، علمای ما را علمای با شجاع بگردان، علمای حقگو بگردان. شجاعت حقگویی را در علمای ما نصیب کن و دلهای مردم را از ترس غیر خودت آزاد کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.